اینجا دهها محققان، استادان و دانشجویان جمع آمدند تا سادرازی صدرالدین عینی، قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک را تجلیل کنند. این چهاره‌بینی در آرامگاه استاد عینی در دوشنبه برگزار شد و پیرامون کارنامه سیاسی و علمی و ادبی موصوف حرف زدند. جمع آمد این گروه استادان و دانشجویان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان تاریخ 25 ساله دارد. این جمع هر سال روز 15 اپریل به آرامگاه صدرالدین عینی می آیند و از خدمت‌های موصوف در اینجا حرف می‌زنند. برای استاد عینی بیش از همه مسئله تاجیک، مسئله ملت، غم خلق در جای اول قرار داشته است و این مسئله در تمام اثرهای استاد عینی همچون یک جایگاه محوری را اشغال میکند. صدرالدین عینی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های خلق تاجیک محسوب می‌شود و نقش وی را در زمینه‌گذاری دولت تاجیکستان شوروی بسیار مهم شمارند. استاد عینی وقت نام تاجیک را گرفت که جانش زیر خطر بود. در سالهای 20 هستی ملت با نام تاجیک بودن را تاجیک را خیلی انکار میکردند، اما استاد عینی اثبات کرد با نمونه ادبیات تاجیک. و اگر ما به همین آثار استاد عینی نگاه کنیم ما میبینیم که در همین آنها ارمانهای ملی ما نهفته است. آثار علمی و ادبی صدرالدین عینی را نه تنها معرف‌گر بلکه شهادتنامه خلق تاجیک می‌دانند. او یکی از وجدان‌های بیدار دانسته می‌شود که عمر خویش را صرف خدمت به خلق و وطن کرده و از خود آثار علمی و ادبی غنی به میراث گذاشته است. اگر مردمان کشورهای همسایه ما در این منطقه با مثل صدرالدین عینی شخصیت می داشتند، امروز جهان را با سخن می گرفتند و دیگر کس سخن نمی دادند. ولی ما چنین شخصیت را داخل را باید نه تنها یک روز 15 اپریل بلکه همه روزه یاد کنیم. می ارزد که در تمام گوشه کنار تاجیکستان 15 اپریل در مکتب‌ها، در کودکستان‌ها، در دانشگاه‌ها روز عینی باشد. تمام درس‌ها از درس عینی شناسی شروع شود. دستاندرکاران برگزاری این جمع آمد را در آرامگاه صدرالدین عینی رمزی می‌دانند و بر این باورند که آن هم درس تعلیمی و هم تربیوی می‌شود. شرکت کنندگان نیز بر همین نظرند. یکی از شیوه‌های خوبی برگزار نمودن محفل درباره این شخصیت میباشد، زیرا این محفل در مخصوصا در سری آرامگاه این استاد بزرگ خلق تاجیک برگزار گردید. شما در این برگزاری این محفل احساس میکنید که گویا استاد صدرالدین عینی همراه شما هستند یا روح استاد صدرالدین عینی در پهلوی شما است. امسال از مولد صدرالدین عینی 146 سال میگذرد. موصوف 15 اپریل سال 1878 در بخارا به دنیا آمده تعلیم عنعنوی دینی گرفت و در رشد ادبیات نوین تاجیک نقش کلیدی گذاشت. عمرش را جهت پیشرفت زبان و فرهنگ تاجیکی صرف کرد و 15 ایولی سال 1954 این چهره سیاسی و علمی و ادبی تاجیک در دوشنبه از عالم درگذشت. مهرآفرین نجیبی، امامعلی سیدزاد، از اپلیوس. پی در پی بی اندازه دیدم و دیده سادم.